پدرتم، مربیتم. این کاندوم رو نگاه کنید، سال 2016 تا 2021 اعتبار داشته. تو این هفته 4 تا مادر اومدن بر دخترش خواستگاری. یک درود بی انرژی اما با عشق، چون حوصله ندارم جیغ بزنم و ادا در بیارم. و اما تحلیل امروز میرسیم به میهمان برنامه گیرچی خان. همراه من است دوست خوبم کارشناس گیر انگاری، کسشرات و چرندیات فضای مجازی از کسشرلند. گیرچی خان خوش اومدی. اگه صحبتی با بینندگان داری بفرما، اگه نه که برنامه رو شروع کنیم. درود بر تو و درود بر مخاطبان عزیز، در خدمتم. قبلا مادر رو میرفتن برای پسرش خواستگاری. تو این هفته 4 تا مادر اومدن بر دخترش خواستگاری. یعنی واسه دخترشون اومدن خواستگاری تو؟ آره 4 نفر. بله. من نمیشناختم، چون با گل شیرینی جلو در بودم. گل شیرینی هم گرفته بودن؟ گل شیرینی. یا اول فقط آره. جواب تو چی بود؟ من جوابم فکر نکردم من بهش. خود درس خود ادامه تحصیل بدی؟ آره خب درسام بخونم ببینم حالا چی میشه تا بعد. خب ببین یه کیس خوب اومد بله رو بگو دیگه. بله که شرایطت مالیش اگه خوب بود. شرایط مالیش مهم باشه، اخلاقی مهم نیست. چرا؟ اخلاق که خیلی اخلاقو با کتک درست می‌کنی. با عرض ادب خدمت این دوستان عزیزمون. آخه بابا قهوه 30 سانتی آلات خر پدر بزرگم تو دهنت. تو چی خواستگاری؟ اون باشگاه کتکش تو یه آینه نداره که خودتو داخلش ببینی یا گوه نخوری اینقدر؟ گیرچی خان آیا این حرفش صحت داره؟ بله، البته با چاشنی گل. شاشیدم تو دهنت، گل نزن، توهمش مشهوده. شاشیدم تو فرق سرت با اون مدل موی تخماتیکت. به نظرتون حقیقت ماجرا چیه؟ حقیقت اینه که به گمانم مادرها اینو برای پسراشون میخوان خواستگاری کنن. به احتمال قوی هم خواستگارا همه از خطه سرسبز قزوین هستن. سپاسگزارم. یه ویدیو دیگه داریم ولی برعکس این ویدیو قبلی هستش، با هم ببینیم. این کاندوم رو نگاه کنید، سال 2016 تا 2021 اعتبار داشته. روزی که من اینو خریدم با 1000 تا امید آرزو خریدم که حداقل یه دونش استفاده کنم. الان 2024 2025 خدایا این همه به ما وعده حوری میدی، من نمیخوام. نه پول دادی نه ماشین دادی. بابا یه دوست دختری حداقل جور کن ما داشته باشیم. چه زندگی من دارم با این سن و سال؟ اگه من بمیرم بزنن ناکام خیلی ضایع است. حداقل یه کاری کن تا آخری یه کام بگیری. من دیگه نه نماز میخونم نه دیگه دعا میکنم، هیچی. خدایا تا من یه کام نگیرم دیگه هیچ کاری نمیکنم. خداحافظ. قبل از هر چیزی باید بگم که لاشی، من اول فکر کردم اونی که دستتن قالب کره است نه کاندوم. بعدش دوست عزیز فکر کنم خدا رو با خانه اشتباه گرفتی. تا دیروز به شیطان میگفتی چند نفر رو گول بزنه که اونم صداش در اومد و گفت من شیطانم نه کتکش. حالا که از اون جواب نگرفتی اومدی سمت خدا و بعدش منت سرش میذاری که اگه برام جور نکنی من این کارا رو انجام نمیدم. خب به درک و فاصلین به داس حضرت عزرائیل که انجام نمیدی. الان ایشون گفتن اگه من کام نگیرم جوان ناکام به حساب میام و دیگه از من گذاشته بگن جوان ناکام. این چه پیامدی داره به نظرتون؟ اول اینکه باید به ایشون بگیم میان سال ناکام نه جوان ناکام. بعدش پیامد خاصی نداره، نهایتش متوسل میشم به گلنار که خب این چیز عجیبی نیست. ولی پیشنهاد میکنم شما با این سابقه پاکی که برای خودت رقم زدی ثبت نام کنی برای پیامبری، شاید اونجا فرجی بشه. بسیار عالی. آقای گیرچی درسته کم هست ولی هست، شما این ویدیو رو ببینید. قبل از هر چیز کاش این بانو اسم غذاها رو بهمون میگفتن. کاس کباب بود، نیمرون بود، خارش پلو بود، کونخورش بود که حداقل میرفتیم خدمتشون سفارش میدادیم. بله 100%. از قدیم گفتن کونی که خارش میکنه خودش هم سفارش میکنه. بله دقیقاً. اگه میخواین خدمات بدین که نیازی به این کارا نیست، شماره‌تون رو بذارید تمام، مشتری خودش میاد. امثال اون بنده خدای میان سال ناکام که حداقل آخر عمری به کام میشن. دقیقاً. این وسط هم یه 10% هستن که فیض کامل رو میبرن مثل این ویدیو. نیموس
موس مازندران نمیدونم موس یعنی چی. تنها راهی که هیپ تیپت کمتر خودشو نشون بده این که بیا عضلات گلوتوس مدیوس و مینیموس رو خوب درگیر بکنی، سایز بگیره، حجم بگیره، کمتر هیپ تیپی خودش نشون بده. پدرتم، مربیتم. کامل به پهلو میشیم توی خط صاف، زانو رو خم میکنیم تا اینجا، کشو زیر زانو بس میکنیم، کف پا به هم چسبیده است، تکون نمیخوره، لگن رو میزنیم به سمت عقب، بالاتر میریم به سمت جلو، باسن رو عقب نگه میداریم، زانو رو به بغل باز میکنیم، میاریم بالا 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 بالا، اصلا فاصله میدی، پای پایین تکون نمیخوره. آخه لاشی به تو هم میگم مربی، داشتی به بهونه بچه میخوردی کلوچه، به بهونه تمرین هی دید میزدی و میمالوندی. فکر نکن نفهمیدیم دیوس حرام گوشت کراتینی. اصلا تو کی هستی که اینجوری با نعمت خدا حرف میزنی؟ یکی میخواد اینا رو به چشش بکشه مثل اون میانسال ناکام، یکی مثل این حرام گوشت کراتینی پفکی اینجوری داره باهاشون بدرفتاری میکنه. اصلا آقای مربی ما که متوجه نشدیم چی زر میزنی، چون چشممون به کون شاگردت بود. بدبخت ریدم تو دهنت، ریدم به اون سکس پکات، ریدم به پشت بازوت، ریدم به جلو بازوت. اینم شغل داره، ما کتکش هم شغل داریم. آقا خداحافظ. بله، سپاسگزارم از گیرچی خان عزیز، کارشناس گیرانگاری و کسشرات و چرندیات فضای مجازی از کسشرلند. تا تحلیل دیگر بدرود.